میخوام فلسفه این گل رو برات توضیح بدم. روزی که عازم سفر بودم تصمیم گرفتم که یکی از گلهام رو با خودم ببرم. توی خونمون گلهای آپارتمانی زیادی داشتیم که همشون با زیبایی و انرژی بی‌نظیرشون حس زندگی رو به روحم القا می‌کردن. ولی من این گل رو هم سفر خودم کردم. انتخابم این گل بود چون که این گل قبلا فقط یه تیکه چوب بود. فقط این و فقط این. این گل برای محل کارم بود که داشتن مینداختنش دور و من به پیشنهاد یکی از همکارام که بهم گفت سارا تو که گل خیلی دوست داری بیا اینو بگیر، به نظرم تو میتونی زندش کنی. منم حرفشو گوش کردم، گلو کاشتم، بهش کود دادم و با رسیدگی و عشقی که بهش دادم امروز توی همچین حالتیه. این همه جوونه‌های خوشگل داده، این همه رشد کرده و من این گل رو با خودم آوردم چون که این گل نماد امید و امیدواریه، نماد موندن و صبر کردنه، نماد پیروزیه، نماد زندگیه و ما باید با الگو گرفتن از همین چیزها خودمون و فردای خودمون رو بسازیم.